خب بچه‌ها این معادله‌ای که می‌بینید، به به آقای ناظم، همه برای آقای ناظم برپا. بچه‌ها هیچ وقت مثل این پاچه خار نشید. دیروز یه دانش آموز نسبتاً بیشعوری اومده نشسته پا سیستمای مدرسه، نمرات دانش آموزا رو تغییر داده. ما هم میدونیم کیه، فقط میخوام به صورت داوطلبانه خودش بیاد بگه منم، تا ما هم ببریمش دفتر، از اینجا بعدش دیگه قابل پخش نیست. خودش بیاد بگه کیه. نه آقای ناظم اشتباه میکنید، از کلاس ما نبوده. بچه‌های ما خیلی بچه‌های گلی ان. شما محترمانه ببند. کاظم پور تابلو مردک، تو خودت و 3 نسل قبل تو کارنامه‌هاتون نمره بالاتر از 2 نیست. پاسخنامه بذارم جلوت، امتحان تو بالای 5 نمیگیری. اوکی همه درساتو برای خودت 20 رد کردی، نوش جونت. نامرد انضباطتو چطور رود شد 20 رد کنی؟ تو همینجا تو فضای فرهنگی آموزشی مدرسه خفتگیری میکنی. خودمو 3 بار وسط حیاط مدرسه خفت کردی. زنگ زدیم 110 بیام به جرم